سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز ایماژ تیوی با آموزش 0 تا 100 فتوشاپ برای عکاسی در خدمت شما هستیم. امروز میخوام یه توضیح مختصری در مورد اینکه چطوری عکس ها رو توی فتوشاپ باز کنیم، ذخیره کنیم و شناورشون بکنیم صحبت کنم باهاتون. بعد بلافاصله به سرعت میریم سراغ جعبه ابزارها و بعد از جعبه ابزارها منوها و پنل ها رو بهتون توضیح میدیم. البته بهتون میگم من خیلی سریع از بعضی از ابزارها میگذرم چون خیلی استفاده برای ریتاچ ندارم و بیشتر روی اون ابزارهایی که برای روتوش کاربردی تر هستن رو روشون مانور میدیم. خب من نحوه باز کردن عکس ها رو یه بار بهتون توضیح دادم که یکی از طریق درگ کردن عکس ها بود از پوشه‌ای که دوست داریم برمی‌دارین و میندازین تو فتوشاپ. روش دوم به صورت اوپن کردنش، فایل اوپن میکنید و عکسی رو که دوست دارید رو باز میکنید. من این چیز بهتون میگم وقتی یه عکسی رو شما باز کردین، اگر عکس دوم رو باز کنید در کنار عکس دوم اولتون عکس دوم هم باز میشه و زمانی که شما بخواید از اینجا جایی که دقیقاً اسمش از سر برگش بگیرین و بکشین پایین میبینید رنگش تغییر میکنه. ما در واقع این عکس از اون یکی جدا کردیم و حالت شناور در آوردیم و این کار رو میتونیم حتی روی این یکی عکس هم انجام بدیم و دو تا عکس رو در کنار همدیگه قرار بدیم. اگه بخوایم دوباره به حالت قبلی برگردونیم تو این قسمت سربرگش میگیریم میکشیم بالا، میبینید این خط آبی که این بغل تشکیل میشه رو زمانی که دیدید میتونید رها کنید و دوباره این قرار میگیره سر جای خودش و همینطور این رو هم میتونیم این کارو بکنیم و برش گردونیم سر جای خودش. خب این کاری بود که ما میتونیم روی عکس ها انجام بدیم برای اینکه کنترل بیشتری داشته باشیم زمانی که میخوایم رو دو تا عکس کار کنیم یا دو تا عکس برای ادیت استفاده کنیم. ما زمانی که عکس رو باز میکنیم اگر بخوایم این عکس رو ذخیره کنیم یه روش خیلی ساده داره، از اینکه فایل رو میزنیم و سیو از رو میزنیم و توی محلی که آدرسی که بهش تعریف میکنیم مثلا نیو فولدر که اینجا که هست مثلا یه نیو فولدر دیگه داخل این درست میکنیم و میریم داخل نیو فولدر، حالا هر اسمی بهش میدیم مثلا ایماژ و با زدن گزینه سیو در واقع اینجا از ما میپرسه که با چه کوالیتی عکس رو ذخیره کنه. زمانی که شما این رو توی لارج فایل قرار میدین 22.5 مگ فضا میگیره، اگه حالت ماکسیموم یا کوالیتی 11 13 مگ فضا میگیره. این رو بهتون بگم که گاهی اوقات میتونید به حالت لارج این رو ذخیره کنید که هم فضای کمتری بگیره و هم کیفیت عکس رو توی حد بسیار بالایی حفظ بکنه. ولی خب ما که کار ادیت انجام میدیم همیشه توی حالت ماکسیموم قرار میدیم. گاهی اوقات هم نیاز دارید که حجم پایین تری ذخیره کنید و مجبور هستید که کوالیتی عکس رو توی سایز مشخصی پایین بیارید تا بتونید توی اون سایز مشخصی که برای وب یا برای ثبت نام‌های اینترنتی نیاز دارید عکستون رو آپلود بکنید در واقع سیوش بکنید. خب ما حالا اینو توی ماکسیموم حالت سیو میکنیم و میبینیم که عکسمون اینجا نگاه کنید در حال سیو شدن، سیوش تموم شد. زمانی که فایل اوپن رو میزنید میبینیم که به اسم ایماژ با حجم فلان این عکس در واقع ذخیره شده. خب من اینو پاکش میکنم، میام تو قسمت فایل اوپن یه پوشه برمیگردم عقب و این نیو فولدر رو دلیت میکنم. خب ما این دوتا عکس رو که اینجا باز کردیم، البته یه روش دیگه هم داریم برای اینکه در واقع فایل اوپن رو بزنیم. گاهی اوقات زمانی که شما عکسات به صورت شناور هست با دبل کلیک کردن روی محیط فتوشاپ، مثلا این قسمت زمانی که انگار فایل اوپن رو زدین و این پنجره براتون باز میشه تا برید از هر آدرسی که دوست دارید عکسی رو که دوست دارید رو باز کنید. خب میتونیم حتی ما این عکس ها رو روی همدیگه قرار بدیم بدون اینکه توی محیط فتوشاپ در واقع اینا رو قرار بدیم و اگر این رو بکشیم بالا هر دو رو با همدیگه توی اون نوار بالایی قرار میده و از حالت شناور خارجش میکنه. خب
این توضیح مختصری بود که در مورد عکس سیو کردن و ذخیره کردن عکس ها به صورت JPEG بهتون توضیح دادم. حالا شما اگر بیاید به عنوان مثال یه تکستی رو روی این قرار بدین، حالا هر چیزی بنویسین، مثلا یک کلمه من بنویسم معنادار باشه دیگه، بی معنی ننویسیم. مثلا ایماژ رو که من اینجا تایپ میکنم، اگر بخوام اینو سیو کنم، اجازه بدین، اگر بخوام من این رو سیو از کنم، میبینیم که دیگه پیشفرض رو به ما JPEG نمیده و به صورت PSD در واقع میخواد ذخیره کنه. این به خاطر این هستش که تصویر ما دو لایه شده. اگر این قسمت لیرز رو نگاه کنید، ما یه لایه به اسم ایماژ داریم و یه لایه به اسم بک‌گراند داریم که اگر بخوایم این رو ذخیره کنیم، به همین صورت لایه باز به صورت PSD ذخیره میکنه. ما اگر این عکس رو ذخیره کنیم، سیوش رو هم بزنیم، فایل رو که ذخیره کردیم به این شکل با این آیکون و با همون اسم به صورت PSD ذخیره کرده. و اگر شما فتوشاپ رو بسته داشته، یعنی ببندید و بخواید از طریق این فایل در واقع وارد فتوشاپ بشید، میتونید کلیک بکنید، اول فتوشاپ رو باز میکنه و بعد عکستون رو داخل فتوشاپ نشون میده. فایل های PSD فقط توسط فتوشاپ باز میشه و این رو به صورت JPG در واقع ما ذخیره کنیم. حالا من مبحث لایه ها رو بعدا به صورت مفصل طی یک جلسه بهتون توضیح میدم، چون خیلی برای ادیت مهم هست و خیلی کاربردی هستش. من فقط مختصر توضیح میدم که شما این دوتا لایه‌ای که یکی لایه در واقع تکستی که داریم و یکی لایه بک‌گراندی که این عکس هست رو داریم، خب باید در واقع مرجشون کنیم یا فلتنش کنیم و به صورت JPEG ذخیره کنیم. میتونیم با در واقع مرج لایرز یا فلتن ایمیج این دوتا رو نگاه کنید، تبدیلش کنیم به یک لایه. زمانی که یک لایه میشه به شما این امکان رو میده که تو این قسمت به صورت JPG رو انتخاب بکنید، JPG 2000 نه JPG خالی، و ذخیره کنید. خب فکر میکنم تا اینجا کار ذخیره کردن عکس یا باز کردن عکس در حد اولیه کافی هستش. ما زمانی که میخوایم روی عکس ها به تعداد بسیار بالای ما عکس ادیت خواهیم کرد و توضیحات فراوانی در مورد ادیت به شما خواهیم داد، در اون زمان برخورد میکنیم که مثلا یک عکس رو چطوری ذخیره کنیم یا به چه شکل بازش کنیم یا چطور شناورش کنیم، چه کارهایی انجام بدیم. در اون صورت بهتر هم تو ذهنتون میمونه. در این حد به نظر من کافی هستش که شما یک عکس رو وارد فتوشاپ بکنید و توانایی این رو داشته باشید که ذخیره کنید. در این حد کافیه. توی جاهایی که نیاز به موارد بیشتری، آپشن های بیشتری هست، به صورت عملی با این قضیه حتما برخورد میکنیم و کارمون رو پیش میبریم. خب من بلا فاصله برم سراغ جعبه ابزارمون که ما اینجا تولبارزمون رو این قسمت داریم که میتونیم اول بهتون بگم که این دوتا فلش رو که کنار هم دیگه هستش رو میبینید. اگر روش کلیک کنی میبینید این تبدیل میشه به این حالت. این اسم نمیدونم چی بگم ولی فقط میدونم که تغییر میکنه. من خودم دوست دارم که صورت خطی این گوشه باشه، سمت چپ عادت کردم، از اولش هم همینجوری کار کردم. اون شما میتونید بیاریدش مثلا بذاریدش مثلا اینجا مثلا قرارش بدین یا هر جایی که دوست دارید تغییر اینجا دوتاش کنید یا اصلا بزنیش اینجا یا اصلا این وسط قرارش بدین یا هر جایی که دوست دارید. خب من خودم اینجا دوست دارم، از اولش اینجا کار کردم، دوست دارم که سمت چپ در واقع میز کارم ابزارهام باشه. خب من بلافاصله برم سراغ ابزار موومون که این ابزار موو چه کاربردی داره. از این بالا شروع میکنیم. خب ما از ابزار موو شروع میکنیم. اگر شما توی این قسمت
روی لایه بالایی مثلا ایماژ کلیک بکنید و روی ابزار موو کلیک بکنید و برید روی دقیقاً اون در واقع تکستتون قرار بگیرید و هر طرفی میتونید اینو جابجاش کنید. به همین راحتی. موو هم کارش همینه، به شما این امکان رو میده که شما این رو جابجا بکنید. فقط این شو ترانسفورمش اگر غیر فعال باشه دیگه اون ببین اگه من این فعالش کنم میبینید این نقطه هایی که اطرافش هستن فعال میشن، به شما این امکان رو میدن که شما اینو بکشید این ور اون ور، بزرگ و کوچیکش کنید. فقط ببین اگر من اینو به این شکل بکشم این حالت دفرمه میشه و برای اینکه این دفرمگی به وجود نیاد من کنترل زی رو بزنم به وجود نیاد، دو تا کار میتونم انجام، یا باید شیفت رو بگیرم و بکشم، میبینید این متناسب طول و عرضش رو به صورت متناسب تغییر میده، یا اینکه اینجا یه دونه نمیدونم اسمش رو چی بذارم، شاید زنجیر بشه گفت، این رو کلیک کنم نیازی نیست شیفت رو بگیرم، میتونم همینو، ولی اگه الان شیفت رو بگیرم دیگه دفرمه میشه، یعنی این ور اون ور کشیدنش دفرمه. شیفت رو رها کنی دقیقاً طول و عرض رو با نسبت یکسانی تغییر داد، ولی من چون از قبل عادت کردم که با شیفت کار کنم این رو زنجیر رو غیر فعال میکنم. خب این در واقع به خاطر در واقع شو ترانسفورم بود که اگه تیکشو بردادی دیگه شما اون چیزها رو مربع ها رو نداری که در واقع بکشی این بر اون بر. حالا ابزار موو به همین سادگی خیلی پیچیده نیست. شما میتونی اگر بخوای یه تصویر دیگه رو بیاری داخل تصویر خودت هم میتونی با استفاده از ابزار موو مثلا اون عکس رو بیاری بندازی داخل این، حالا به این شکل مثلا روش در واقع کاری رو انجام بدی. خب ببینید شما زمانی که روی ابزارها چند ثانیه نگه میدارید، خب یه ویدئوی کوچولوی اینجوری ظاهر میشه که یه هلپ خیلی کوچیکی هستش که آقا این ابزار مثلا از چه کاری استفاده میشه. خب ما میایم ابزارهای سلکشن رو شروع میکنیم، ما روی گزینه اول رکتانگولر کلیک میکنیم و میایم توی تصویرمون میکشیم اینجوری. خب این در واقع شما با این کارتون یه بخشی از تصویرتون رو سلکت کردین، خیلی ساده است همونطور که اسمش روشه. حالا شما روی هر کدوم از این لایه ها کلیک کنید در واقع این سلکشن روی اون لایه اعمال میشه. حالا بک‌گراند رو کلیک میکنم و میام با ابزار موومنت میکشم این ور اون ور. نگاه کن ما چیزی که سلکت کردیم رو در واقع جابجا میکنه، یا هر چیزی که ابزاری که میخوای کار کنی فقط توی اون قسمت فعال میشه و کار میکنه و برای در واقع چیز کردنش میتونید از قسمت سلکت دی سلکت غیر فعالش کنید و این کار انجام بدید. حالا این بالا این قسمت آپشن بارز های مربوط به این ابزار رو میبینید که اگر شما روی این سلکشن کلیک بکنید و این گزینه رو بزنید، مثلا اینو که انتخاب کردی میتونی انتخاب دومی رو هم انجام بدی که بهش بچسبونه و بهش اضافه بکنه. روی این یکی اگر شما قرار بگیری، اگر بکشی اون قسمت ها رو حذف میکنه، قسمت هایی که سلکت میکنی رو حذف میکنه و این هم قسمت های مشترک رو فقط نشون میتونه براتون سلکت کنه. شما اگر انتخاب بکنی قسمت هایی که با انتخاب قبلی مشترک هستن رو براتون نشون میده و میتونی دوباره بیای توی قسمت سلکت و یا کنترل به اصطلاح دی سلکتش بکنی. خب من حالا این فیدر رو هم بهتون توضیح بدم که اگر شما این فیدر رو روی مثلا 50 قرار بدید و این قسمت رو سلکت بکنید و با ابزار جابجایی میبینید که گوشه هاش محو شد. شما با بالا بردن عدد فیدر میزان محوی گوشه های این سلکشنتون رو انتخاب میکنید. حالا من دوباره اینو توی 0 قرار میدم و سایر موارد رو بر حسب نیاز بهتون توضیح خواهم داد. خب
خب من حالا این رو که به صورت مربع هست رو بهتون توضیح دادم. حالا این پایینی رو که شما کلیک کنید دقیقا همون کارها رو انجام میده، با این تفاوت که به صورت دایره بیضی. من یه نکته یادم رفت بهتون بگم، شما اگر بخواید مثلا یه مربعی رو بکشید، نگاه کن هر کاری بکنم برابر کشیدن طول و عرض قطعا غیر ممکن خواهد بود. اگر بخواید یه مربعی رو بکشید میتونید با گرفتن شیفت طول و عرض یکسانی رو بهتون بده و شما یه مربع باحال دقیقا طول عرضش رو مربع براتون بده. بعد اگر بیاید و توی زیر منوی دومتون این رو انتخاب کنید و بخواید یه دایره بکشید، با گرفتن شیفت میبینید خودش در واقع اون رو تبدیل به دایره میکنه و شمایی که نمیتونید دقیق دایره در بیاری با نگه داشتن شیفت میتونی سلکشن دایره‌ای شکل داشته باشی و همینطور این بالا آپشن هایی که براش قرار داده با قبلیه یکی هستش. خب این سلکشن های خطی رو من اصلا استفاده نکردم و به دردم تو کار ادیت نخورده. اگر جایی به دردم بخوره حتما توضیح میدم، نه به دردم خورده نه استفاده کردم، منم ازش به همین راحتی رد میشم. خوشبال تنبلا. خب ما بلافاصله از سلکشن ها و موو بریم سراغ در واقع ابزارهای مهم لسو که خیلی برامون کاربردی هستن. یه حالت کمند مانندی هستش، به شما این امکان رو میده با کلیک کردن و کشیدن دور یه چیزی، مثلا اینجوری، حالا خیلی سریع دارم میکشم خیلی مهم نیست که چی میشه، شما میتونی این ناحیه‌ای رو انتخاب بکنی. خب دقت کنید همین آپشن ها اکثرا توی قبلی هم همین بود، اینجا هم همینه. من اگر این رو کلیک کنم و با کشیدن این قسمت بهش ادش میکنه، یا این رو اگر انتخاب کنم با کشیدن روی این قسمت اون قسمت های سلکت هم رو در واقع حذف میکنه. اگر از لسو استفاده کنم و این کار بکنم، من یه نواحی رو که دوست دارم رو به صورت کشیدن شکل سلکت میکنم. کار این ابزار اینه. خب شما با من اینو توی حالت نورمالش قرار بدم و میتونم با کنترل دی سلکت یا کلیک کردن توی یه نقطه غیر از نقطه داخلی این، من میتونم اون رو غیر فعال کنم که اینو فراموش کردم توی سلکشن ها بگم که اگر شما جایی رو سلکت کردین و بیرونش کلیک کنید میتونید اون رو غیر فعالش کنید. خب من دوباره میام ابزار لسو رو انتخاب میکنم و یه جایی کلیک میکنم، باید کلیک خودم رو نگه دارم، بکشم و میارم اینجا کنار این رها میکنم و اینو میچسبه به هم دیگه. این میشه سلکشن اولمون یا همون لسو تولمون. خب حالا من برم سراغ پولیگان لسو تول، به شما در واقع امکانات بهتری میده، مخصوصا برای سلکت کردن شکل‌های هندسی خیلی کاربردی تره. زمانی که شما توی یه نقطه‌ای کلیک میکنی و رها میکنی، میتونی بیای جلوتر، دوباره جایی که دوست داری کلیک کنی، دوباره بیای جلوتر، جایی که دوست داری کلیک کنی، بکشی دوباره کلیک کنی. مثلا ما حالا دیگه حوصله نداریم بریم دور بزنیم و همینجا دور میزنیم برمیگردیم، یه میانبر میزنیم، دوباره اینجا کلیک میکنیم، کلیک میاریم، میرسیم به نقطه قبلی و میبینیم که یه دایره کوچولویی زیر ابزارمون سمت راست، این یعنی میکشم اونور میره، دوباره میارم میاد. یعنی متوجه میشید اگر اون دایره پیدا شد با کلیک کردن روی این نقطه این به هم میچسبه. خب میایم سراغ سومین زیر ابزار که مگنتیک لسو تول هستش که روی این کلیک میکنیم و خب این یه خورده نسبت به این یکی ها هم یه مقدار به اصطلاح حرفه‌ای تره. شما زمانی که روی مگنتیک کلیک میکنید و
روی اون لایه‌ای که میخواید در واقع انتخاب سلکشن رو انجام بده کلیک بکنید. اگر یه جایی کلیک بکنید و رها کنید و خودتون با موس دقیقاً اون خط مرزی رو حرکت بکنید، این خودش میچسبه به اون در واقع رنگه و بیشتر از کنتراست رنگی برای سلکشن انتخاب میکنه و شروع میکنه یه سری نقاطی رو در واقع پشت سر خودش ایجاد میکنه. زمانی که اشتباه میکنه شما میتونید با دکمه در واقع این بک برگردین عقب، یه نقطه برگردین عقب و یا یه جای دوست دارین کلیک کنید تا اینجا فکر می‌کنید اوکی کلیک کنید، قبل اینکه خودش نقطه بزنه شما نقطه بزنید. ببین اون جایی که خودش اشتباه کرده بود رو ما با نقطه زدن اصلاح کردیم و رد شدیم و همینطوری اگه بکشیم خیلی راحت سلکت میکنه و بر اساس کنتراست رنگی میره جلو. خب حالا ما اینجا اینو خودمون نقطه میذاریم تا بازم میانبر بزنیم و برمیگردیم. خیلی سریع برمیگردم که برسیم به اول، ولی اگه هر چقدر با حوصله تر کار رو انجام بدین همونقدر کارتون تمیزتر در میاد. برمیگردیم. حالا اینجا دوست دارم نقطه بزنم خودم، دوباره میام و میرسم به این نقطه، دوباره همون نقطه که زیر ابزارمون شکل گرفت و دیدین میتونید روش کلیک کنید تا در واقع این سلکشنمون انجام بشه. و این مگنتیکمون خیلی باحاله، خیلی استفاده های زیادی داره، مخصوصا جاهایی که کنتراست رنگ خیلی زیاده و سلکشن های خاص خیلی استفاده میشه. میتونید از این ابزار استفاده کنید. من یه نکته بگم بهتون که توی این ابزار شما میتونید فیدر رو مشخص کنید، مثل همون ابزارهای سلکشنمون که میزان محوی حاشیه چقدر باشه. خب بعد کنتراست یا همون میزان حساسیتش رو من اینم توضیح بدم که خیلی مهمه که مثلا چقدر باشه. هر چقدر این عدده کمتر باشه کمتر حساسیت نشون میده، بالاتر باشه بیشتر. بهترین حالت 10 ما روی 10 میذاریم. حالا آپشن های بعدی رو در موردی که لازم میشه بهتون میگم، فقط در این حد آشناتون میکنم با این ابزار که چه کاربردی داره و شما چطور میتونید با استفاده از مگنتیک یا بقیه سلکتاتون رو انجام بدید.